درود بر شما. همونطور که بینندگان برنامه‌های ما در این روزها توجه کردن، موضوع روز همین تحولات شتابان در خاورمیانه در پی آغاز جنگی تازه میان اسرائیل و گروه‌های شبه نظامی فلسطینی در غزه است. جنگی که در اسرائیل یک دستی و یک پارچگی ایجاد کرده و بر سر تشکیل یک دولت اضطراری عبارت از جناح‌های مختلف توافق شده و قرار است کابینه جنگ برقرار شود. مقام‌های غزه میگویند که با ادامه محاصره اسرائیل سوخت تنها نیروگاه غزه ته کشیده و تولید برق ممکن نیست. وزیر نیروی اسرائیل بار دیگر تاکید کرده که از ارسال برق، سوخت آب و غذا به غزه جلوگیری می‌کند. دید و بازدیدهای وزیران خارجی قدرت‌ها برای بیارگیری به راه افتاده. در سراسر جهان راهپیمایی‌ها به نشانه همبستگی با یکی از دو طرف جنگ جریان دارد. این در حالی است که حملات هوایی بی‌امان اسرائیل بر غزه همچنان ادامه دارد و حماس همچنان بر اسرائیل راکت می‌بارد. ارتش اسرائیل میگوید نیروهای خود را در نزدیکی مرز غزه گرد هم آورده که شامل 300,000 سرباز ذخیره می‌شود و هر آن ممکن است حمله زمینی اسرائیل به غزه آغاز شود. شمار کشته شدگان دو طرف بالا رفته و در رقابت است. اینها همه از پیامدهای حمله غافلگیرانه حماس به اسرائیل است که بسیاری از معادلات منطقه را تغییر داده و اما آن تنها یک حلقه است از زنجیره دراز که به 75 سال پیش برمیگردد. روز 14 مه 1948 میلادی انتشار منشور استقلال اسرائیل همان بود و اعزام نیروهای اتحادیه کشورهای عرب به نمایندگی از عربهای فلسطین به میدان جنگ همان. میدان جنگ سرزمین فلسطین بود از توابع پیشین امپراتوری بریتانیا. بدین گونه سال 1948 اعراب و اسرائیل درگیر شدند. بحران سوئز در سال 1956 به اشغال کوتاه مدت باریکی غزه به دست اسرائیل و تبعید دولت سراسری فلسطین انجامید که بعداً با عقب نشینی نیروهای اسرائیلی دوباره پا گرفت. سال 1964 سازمان آزادی بخش فلسطین شکل گرفت به رهبری یاسر عرفات و بیدرنگ در اتحادیه عرب صاحب کرسی شد. در جنگ 6 روزه سال 1967 میلادی اسرائیل کنترل نظامی کرانه باختری را از اردن و باریکی غزه را از مصر به دست آورد. در جریان جنگ داخلی لبنان سال 1982 میلادی اسرائیل بیروت را اشغال کرد و یاسر عرفات تصمیم گرفت سازمان آزادی بخش فلسطین را به تونس منتقل کند. قیام اول فلسطینی‌ها در سال 1987 میلادی واکنشی بود به حملات مداوم و اشغال پایان ناپذیر سرزمین‌هایشان. فرایند صلح اسرائیل و فلسطینیان به امضای پیمان‌های اسلو در سال 1993 انجامید که به سازمان آزادی بخش فلسطین اجازه داد از تونس به کرانه باختری و باریکی غزه نقل مکان کند و تشکیلات خودگردان فلسطین را بنیاد نهد. در پی چندین سال مذاکرات ناموفق، انتفاضه یا قیام دوم فلسطینیان در سال 2000 میلادی به راه افتاد. درگیری‌ها میان نیروهای امنیت ملی فلسطینی و نیروهای دفاعی اسرائیل تا سال 2005 ادامه داشت و 130 کشته به جا گذاشت. در ماه نوامبر 2012 نمایندگی تشکیلات خودگردان فلسطین در سازمان ملل متحد به یک کشور ناظر غیر عضو ارتقا یافت با عنوان حکومت فلسطین. در ماه نوامبر سال 2022 میلادی در پی انتخابات سراسری اسرائیل دولت 37م اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو روی کار آمد. آقای نتانیاهو روی هم رفته در این مقام نخست وزیری دوره‌های مختلف رو به مدت 16 سال دیده. توسعه شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی که بنا به قوانین بین‌المللی غیر قانونی به شمار می‌آید از ویژگی‌های دوره‌های نخست وزیری او بوده. امضای توافق‌های عادی سازی روابط بین اسرائیل و شماری از کشورهای عرب هم جزء سیاست‌های عمده بنیامین نتانیاهو محسوب می‌شود. انتظار می‌رفت چنین توافقی بین تل‌آویو و ریاض هم صورت بگیرد که با حمله حماس به اسرائیل این چشم‌انداز فعلا مطرح نیست. و ما اینکه چه چشم‌اندازی فعلا با این وصف مطرح هست موضوع گفتگوی ماست با کارشناسان مهمان برنامه امروز. علی مأموری، استاد دانشگاه دکن و پژوهشگر امور خاورمیانه از سیدنی استرالیا،
بهروز یوسیان، افسر پیشین ارتش اسرائیل و پژوهشگر مسائل خاورمیانه در پژوهشکده امنیت و دفاع ملی اسرائیل از تل‌آویو و یاسمین میزر، سردبیر نشریه کریتیک و پژوهشگر در دانشگاه آکسفورد انگلستان، سپاس از حضور شما در این برنامه. ممنونم که به ما پیوستید. پیش از همه خانم میزر از شما شروع بکنیم که همونطور که دیدیم در این گاه شماری که خیلی مختصر مرور کردیم، دیدیم که اسرائیل و فلسطینی‌ها در واقع مشکلشون حرف دیروز و امروز نیست و این رشته سر دراز دارد خانم میزر. اما حمله یه روز شنبه حماس همه رو واقعا غافلگیر کرد. از دید شما چه اتفاقی افتاد که حماس تصمیم گرفت این کارو بکنه؟ چه مقدماتی داشت؟ من فکر میکنم در تابستانی که گذشت حمله های مشخصی به مثلا مسجد الاقصی، شهروندان و یا فعالین نزدیک به حماس یا شاید نه فقط نزدیک به حماس در کرانه باختری رود اردن، همه اینها اگر بخواید شرایط رو بدتر کرده بود. شما تصور کنید که در حدود 350 کیلومتر اگه اشتباه نکنم 2.2 میلیون نفر تا شنبه گذشته، البته الان تعداد فرق کرده، در غزه زندگی میکردن. اون چه که بهش میگفتند زندان هوای آزاد. زندان به این معنا که اگرچه اینها در خیابان میتونستن رفت آمد بکنند، هوای آزاد نفس بکشند، ولی در حقیقت در زندان بودند. البته هیچ کدام اینها دلیلی کافی برای پذیرش حرکت‌های وحشیانه روز شنبه نیست، ولی شما اگر افراد رو این گونه باهاشون برخورد کنید، طبیعی است که در یک مقطعی صبر و تحملشون به پایان میرسه. 10 قطعنامه سازمان ملل متحد در رابطه با تشویق اسرائیل برای اینکه از برخی سیاست‌ها دست بکشه تصویب کرده. هیچ کدام از این قطعنامه‌ها از سطح کاغذی که روش بودن جلوتر نرفته. هر رئیس جمهور امریکا رو که نگاه بکنید، یک طرح جدید یا ادامه طرحی قدیمی برای حل اون چه بهش مسئله فلسطین اسرائیل میگن مطرح کرده و به جایی نرسیده. شما از منطقه صحبت میکنید که در 1948 حدود 700,000 نفر از شهروندانش به بیرون رانده شدند، در شرایطی که بریتانیا هم به اسرائیل و هم به عرب یک بخش این سرزمین نه چندان وسیع رو به هر دوی اینها قول داده بود. در نتیجه اگه بخوایم ریشه یابی کنیم، بالفور، دخالت بریتانیا و بعد از اون این سالها و پاسخ ندادن به پایه‌ای ترین خواستها برای حق شهروندی حتی درجه 2 در اسرائیل این شرایط رو به وجود آورده. فراموش نکنیم که خیلی از جریان‌هایی که شاید متعادل‌تر بودند، دیدهای مترقی‌تری در رابطه با مسئله فلسطین داشتند، در این رابطه نتونستن سیاست‌هاشون رو جلو ببرن. بعضی مثل فتح به خاطر فساد درون خودشون، برخی دیگه به خاطر سرکوبی که شدن. در حالی که خانم میزر صحبت می‌کردن، آقای یوسیان، می‌دیدم که شما هی دارید یادداشت برمی‌دارید، حتما یه چیزی می‌خواستید بگید در پاسخ به خانم میزر. یک سلام عرض ادب. یک مسئله هست به زبان عبری میگن خدا در نکات ریز وجود داره. مسائل امور سیاسی یا این اموری که سرکار خانم اشاره کردن، باید اینا بیشتر وارد ریز نمرات شد که فهمید حالا دقیق نیست. اگه بخوام یه خورده صادقانه حرف بزنم، ببینید، یکی این که در مورد اصلا استقلال یا اون بحث فلسطین یا کشور بودن صحبت کردن سرکار خانم. کشور اسرائیل 7 بار 7 نوع پیشنهاد داده به سازمان‌های جهانی، فلسطین، یاسر عرفات، ابو مازن یا هر چی که اسمش رو میخوان بذارن،
که فقط 2 فقره‌اش از سال 2003 تا الان بوده که من اسرائیل بودم. یکیش از طرف یک فقره‌اش بوده، دو فقره آخر یکی از طرف ایهود باراک بوده با همون برگه کمپ دیوید که اجرایی نشد چون فلسطینی ها به هر دلیلی نخواستن. یکیش هم از طریق اهود اولمرت بود که بازم فلسطینی ها نخواستن. یعنی اینکه اگر بحث بر سر مستقل شدن فلسطین باشه، خب این فقط 2 فقره آخرشه که فلسطینی ها نخواستن. این یک. دوم از اون سرکار خانم میگن در مورد اراضی. ببینین الان که من دارم با شما حرف میزنم از طرف غزه هیچ اراضی در دست اسرائیل نیست. اون وقت هم که آقای شیمون پرس فقید صحبت کردن و اون سرمایه گذاران عرب وارد گوش کاتیف و منطقه کردن، یا اینکه آقای آریال شارون فقید اون هیتنتکوت یا خروج انجام دادن، قرار شد به صورت بسیار دموکرات افراد غزه برن رأی بدن، یه اقتصاد خوب برای خودشون درست کنن. ما هم که حالا اسرائیل یعنی روی ارتش یا دولت اسرائیل هم که اونجا نبود، کنار دریای بسیار زیبایی هم داشت. از تمام مناطقی که اسرائیل خارج شد بمب و موشک و خونپاره و ترور انجام شد. پس بحث اگر بر سر اراضی غزه حداقل باشه، اراضی هم که الان در دست اسرائیل نیست، ما خارج شدیم از غزه. این نکته دوم. نکته سوم، سرکار خانم 30 ثانیه دیگه اجازه بدین، اشاره کردن دقیقاً در مورد 700,000 نفر فلسطینی که خارج شدن از اراضیشون. قدیم ها کسایی که حالا امور سیاسی ها واقف هستن اومدن و به قول زبان فارسی کلک رشتی زدن، قوانین بین الملل عوض کردن، قانون آوارگان فلسطینی ها گفتن در جد آنها آوارای فلسطینی محسوب میشن. 700,000 نفری که خود سرکار خانم گفتن خارج شدن الان تقریبا شده 7 میلیون نفر، در صورتی که اگر طبق قوانین بین الملل بخوایم پیش بریم الان تقریبا 120,000 نفر از اون 700,000 نفر موندن که آقای اولمرت هم قبول کردن اون 120,000 نفر را هر کسی که خواست اماکن بهش بدن. یعنی اون کلک رشتی سازمان ملل هم که 700,000 نفر به 7 میلیون تبدیل شد، الان اسرائیل خب خیلی واضح نمیاد 7 میلیون رو بگیره، چون اصلا با این اصطلاح کلک رشتی که شما پشت سر هم تکرار میکنید آقای یوسیان، این هم یکی از مسائلی هست که اگر بخوایم درش بحث بکنیم یک برنامه باید بذاریم که احتمالاً کلک رشتی اصطلاح درستی نیست در این مورد به خصوص. ولی اجازه بدین که آقای علی مأموری هم نظرشون رو بدن. شما آیا از این پاسخهایی که شنیدید واقعاً برداشتی رو حاصل کردید که دقیقاً بدونیم که به چه دلیلی حماس بعد از این همه مدت دست به همچین اقدامی زد؟ آقای مأموری. زمینه در واقع داخلی قضیه رو مهمانان شما بررسی کردن. یک زمینه در واقع منطقه‌ای هم این ماجرا و یک زمینه بین‌المللی هم داره که اون رو هم خوبه که بهش در واقع توجه بشه. قبل از اینکه به این بخش بپردازم، من فقط لازم میدونم بگم که مسئله فلسطین رو بایستی در یک تصویر بزرگتر دید. درست تفاصیل و جزئیات مهمه، ولی تفاصیل جزئیات رو در هول پیکچر باید نگاه کرد، نه هر کدوم رو جداگونه. یک تاریخ چند دهه‌ای از نزاع هستش، مجموعی از تخلفاتی هستش که از قوانین بین‌المللی صورت گرفته و همچنان ادامه داره و تا زمانی که حل عادلانه‌ای برای این قضیه صورت نگیره هیچ گونه صلح و ثبات پایداری در منطقه دیده نخواهد شد. برسیم به جنبه در واقع منطقه‌ایش و بین‌المللیش. ما شاهد بودیم در 1-2 هفته قبل تصریحات خیلی صریحی از جانب عربستان سعودی نسبت به اینکه مسئله عادی‌سازی روابط با اسرائیل در حال پیشرفت قابل توجهی است و ممکنه به زودی اعلام بشه. بحث روند پیمان ابراهیم در حال در واقع پیشرفت خوبی بود با کشورهای عربی. به نظر میرسه انتخاب این حمله در این وقت مشخص در واقع ارتباط داره به متوقف کردن این روند و عملاً فکر میکنم این روند تا حد زیادی کند خواهد شد، متوقف خواهد شد. عربستان به شدت در واقع مکث خواهد کرد نسبت به استمرار این روند و از این جهت به نظر میرسه که حماس و شرکایش در واقع به دنبال ایجاد نوعی ممانعت در این ماجرا بودن. از طرف دیگری درگیری که در واقع غرب با روسیه داره در اوکراین
انتخاب این موعد و وقت مشخص رو بسیار مهم و حساس میکنه و موجب میشه که در واقع روسیه احساس بکنه یک جبهه جدیدی برای غرب در واقع ایجاد شده است و این زمینه پیشبرد اهداف خودش رو در اوکراین به شکل راحت‌تر ایجاد میکنه و این باز مهمه برای حماس و شرکایش که در واقع موجب میشه روسیه موضع خفیفتری رو نسبت به اسرائیل در مقایسه با گذشته در پیش بگیرن. 2 روز پیش موضع پوتین موضع بسیار ملایمی بود، اون موضعی که در گذشته ما شاهد بودیم در حمایت از اسرائیل وجود نداشت و در صورتی که بخواد جبهه‌های دیگری در واقع برای اسرائیل باز بشه، باز این فضای بین‌المللی و فضای منطقه‌ای هم شکل و متناسق با وضعیت سابق برای اسرائیل نخواهد بود. انتخاب این زمان در واقع ارتباط به این فضای کلی منطقه‌ای و بین‌المللی هم دارد. بله. با مواضع 3 مهمان عزیز برنامه آشنا شدیم و بگم که مهمان 4م هم داریم، ولی به دلیل اینکه صحبت ما با ایشون به زبان غیر خواهد بود، ایشون فارسی زبان نیستند، به همین دلیل ایشون به این جمع وصل نشدن، ولی بعد از این صحبت دوباره به مهمانان برنامه برمیگردیم. عمار وقاف با ما هستند، مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه‌ای گنسوس از میلتون کینز انگلستان. درود بر شما، به برنامه خوش آمدید آقای وقاف. سوال اول من از شما این هست که آیا رویدادهای جاری در خاورمیانه برای شما قابل انتظار بود یا نه؟ اول از همه این رو باید به شما بگم که ما پیش بینی می‌کردیم که احتمال داره یک برنامه پشتیبان، یک نقشه دوم برای حماس و متحدان حماس مثل حزب الله، سوریه و یا ایران باشه که یک فشاری روی اسرائیل بذارند و مانع از اون بشن که اسرائیل به طور کامل زیرساخت‌های غزه رو از بین ببره. یک ایده دیگه هم ما داشتیم و اون این بود که شاید این همون نقشه و برنامه اول تمام این بازیگران بود که حماس این عملیات رو انجام بده، بعد صبر بکنن یه چند روز بگذره و بعد حزب الله وارد عمل بشه تا از یک ناحیه دیگه به اسرائیل فشار بیاره و بعد به این ترتیب اسرائیل رو مثلا وادار بکنن که بر سر میز مذاکره بیاد با یک دست ضعیف‌تر. اسرائیل هم این شرایط رو دیده بود، یک سری درگیری‌ها و منازعات کوچیک به طور پراکنده این ور اون ور در جریان بود، ولی یک سری از شبه نظامیان فلسطینی پیش از این در شمال اسرائیل به داخل خاک اسرائیل رخنه پیدا کردن و یک تبادل آتشی بین اسرائیل و حزب الله صورت گرفت. اونچه که ما معتقد هستیم داره اتفاق میفته این هستش که اسرائیل میخواد یک پیام بسیار روشنی برسونه که سوریه در اینجا با توجه به اینکه ضعیفترین حلقه در اون زنجیره محور مقاومت هست، به اصطلاح ارتشش بسیار ضعیف شده و مشکلات داخلی زیادی در طی 13 سال گذشته داشته، که اسرائیل حاضر هستش با تمام قدرت وارد عمل بشه تا حدی که کل حکومت سوریه رو تضعیف بکنه و به حاشیه بکشونه. و اگر این اتفاق بیفته اون موقع ایران و حزب الله اون موقع یک متحد بسیار راهبردی خودشون رو از دست خواهند داد و مسائل زیادی به این ترتیب اون موقع باید در نظر بگیرن، برای اینکه ناگهان به جای اسرائیل که اون کشوری باشه که دست ضعیفتر رو در میز مذاکره داره باشه، حریفاش دست ضعیفتر رو داشته باشه. ولی موضوعات دیگه هم هستش، ولی خب فعلا بزنیم به همین مقدار اکتفا کنم. ولی آقای وقاف، میدونیم که سالها پیش بعد از اینکه در انتخابات سال 2006 در سرزمین‌های فلسطینی جنبش حماس پیروز شد، خیلی ها بر این باور بودن که احتمالاً حماس رفته متحول میشه، تغییر میکنه و تبدیل میشه به یکی از طرفهای سیاسی در این معادلات منطقه. و اگر به مقالات مثلا سالهای 2010 2011 رجوع بکنیم میبینیم که همچنین امیدواری در مورد حماس بسیار زیاد بود. چه اتفاقی افتاد؟ چه شد که حماس تبدیل نشد به یک نیروی سیاسی که بتونه اون طرف میز مذاکره بشه برای اسرائیل؟
من فکر میکنم اون انتخابات اصلا طراحی شده بودند که دولت خودگردان فلسطینی رو پشت میز هیئت حاکمه قرار بدن و طرف مردم کرانه باختری و غزه به اونها اجازه بدن که روند صلح رو اونطور که اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها ترسیم کرده بودن به پیش ببرن. اما اتفاقی که افتاد این بود که از طریق صندوق‌های رأی حماس دست به یک کودتا زد، کودتای با رأی مردم، و این رو نشون داد که خب بخش بزرگی از مردم فلسطین هستند که زیاد اعتقادی به این روند صلح ندارند و بلافاصله بعد از اون انتخابات بود. چون من به روشنی به یاد دارم چهره و اون صورت جورج دبلیو بوش که اون موقع رئیس جمهور آمریکا بود که چقدر سرخورده شده بود در اون کنفرانس خبری، و بعد از اون بود که حماس یک جورایی به حاشیه رونده شد، اون رو تو گوشه‌ای قرار دارن، بهش اجازه ندادن که یک دولت تشکیل بده، اصلا هرگز اجازه نمیدادن که حماس بیاد در رام الله یک دولت فلسطینی تشکیل بده. او رو در غزه گذاشتن، همونجا محصور کردن، یه سری درگیری حماس با سازمان آزادی بخش فلسطین داشت و نهایتا سازمان آزادی بخش فلسطین رو از غزه بیرون کرد و بعد ما یک سری خشونت‌ها، یعنی دورهای متعدد خشونت رو از طرف اسرائیل داشتیم و بعد اینا تبادل آتش با حماس می‌کردن. بنابراین بعد از اون انتخابات میخوام به شما بگم که حماس در یک موضع بسیار تدافعی رفت، برای اینکه هیچ کس نمیخواست که حماس رو به دور یک میز مذاکره بشونن و برای همین اگر حماس میخواست پای میز مذاکره بشینه اون موقع کل این روند مختل میشد. حالا صحبت کردیم از مواضع تدافعی حماس، ولی از این موضع تهاجمی امروزش هم بگیم. آقای وقاف، می‌دونیم که در واقع با توجه به اینکه شما احتمالاً ارتباطی دارید با افرادی که نزدیک به حماس هستند، شاید بتونید این رو برای ما روشن‌تر بیان بکنید که آیا حماس چه فکر می‌کرد که قرار چه اتفاقی بیفته بعد از اون حمله روز شنبه که انجام داد و افراد بسیار زیاد غیر نظامی رو کشت یا گروگان گرفت؟ فکر می‌کرد واکنش اسرائیل چه چیزی باید باشه؟ آیا فکر می‌کنید این یک رفتار منطقی بود یا نه؟ آیا به پیامدهای اون فکر کرده بود یا نه؟ ما معتقد هستیم که اقدام حماس بسیار برنامه‌ریزی شده بود. چیزی که اونها محاسبه نکرده بودند چیزی بود که امروز ما دیدیم اتفاق افتاد. امروز بیانیه مطبوعاتی منتشر کردند. اونها در این بیانیه مطبوعاتی امروز گفتن که ما این عملیات رو طوری طراحی کرده بودیم که 1200 جنگجوی حماس شبیخون بزنن به مواضع دفاعی اسرائیل و تعدادی گروگان بگیرند. اون ویدیوهایی هم که ما دیدیم که خود حماس هم منتشر کرد معمولاً یا ویدیوهایی بودند که نشون میداد سربازان اسرائیلی کشته شدند که حماس اونها رو کشته بود با لباس کامل، اونیفرم کامل نظامی، یا تعدادی از سربازان اسرائیلی که به گروگان گرفته شدند توسط حماس. یعنی حماس اونها رو از خواب بیدار کرد یا بهشون شبیخون زد و بعد اونها رو به گروگان گرفت. اینها بیشتر ویدیوها بودن. ولی بعد طبق بیانیه حماس وقتی اون دیوار حائل رو حماس پایین آورد، بسیاری از غیر نظامیان که جزء اعضای حماس نبودند خودشون خودسرانه وارد خاک اسرائیل شدند با سلاحایی که داشتن و یک سری غیر نظامی‌ها رو کشتند. یعنی از طریق این بیانیه حماس داره میگه آقا این تقصیر ما نبود مستقیما که بخوایم این کارو بکنیم، هدف ما بسیار روشن بود، ولی اتفاقی که افتاد اینه که این سری غیر نظامی وارد اسرائیل شدن و دست به اون کارهایی زدن که ما رو ویدیوها دیدیم. مثلا اینجاست حماس اون چیزی رو که از ابتدا می‌خواست این بود که یک عملیات متحورانه انجام بده به طوری که اسرائیل و دنیا رو شوکه کنه، تعدادی از سربازان اسرائیلی رو به گروگان بگیره و بعد اسرائیلی‌ها رو وادار بکنه که مثلا نزدیک به 6000 زندانی فلسطین از زندان‌ها آزاد بکنن. اما مسئله الان اینجاست که اگر پیش خودشون گفتن که حتی اگر هم اسرائیل بخواد مثلا وارد غزه بشه، اونها بهای سنگینی خواهند پرداخت. اونها پیش بینی نمی‌کردن این داستانایی که در مورد گروگان‌های غیر نظامی پیش بیاد نهایتاً چه تبعاتی
خواهد داشت. خب اونطور که گفتید تصورشون این بود یا انتظارشون اون بود که شوکه بکنن، که اسرائیل رو شوکه کردن و کل جهان رو احتمالاً شوکه کردن با این رفتار خودشون، و در این حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل داره میگه که پیوسته در تمام سخنرانی‌هاش، در تمام فرسته‌هاش در شبکه‌های اجتماعی تاکید میکنه که حماس همون آیسیس یا داعش هست یا حتی در واقع بدتر از اون هست و باید کلاً از بین برده بشه. فکر میکنید با از بین رفتن حماس آیا مشکل حل خواهد شد؟ اول از همه شخصاً فکر نمی کنم که حماس رو میشه به داعش تشبیه کرد. شما میتونید بحث بکنین که هر دوی اونها اسلامگرا هستن، یعنی پیرو یک ایده از اسلام افراطی هستند، اما حماس یک نمایندگی بسیار بزرگی داره، یعنی هواداران بسیار زیادی رو داره. فلسطینیان زیادی هستن که به روند صلح به شکلی که امروز تعریف میشه اعتقاد ندارن و اعتقاد دارن که دارن زیر فشار قرار میگن که پرچم سفید رو به اهتزاز در بیارن. خیلی از گروه‌های فلسطینی رو به این چشم نمیبینن که بلند شن و بگن آقا ما نمیخوایم این پرچم سفید رو تکون بدیم. فقط حماس و جهاد اسلامی هستن که نمیخوان تن به این سازش و مماشات بدن. بنابراین شاید اصلا هم اسلامی نباشن، خودشون هم از این گروه ها نیاد، اما خیلی از فلسطینی ها حماس رو نماینده خودشون برای پیشبرد اهدافی میبینن که خودشون دارن. از این جهت با داعش حماس متفاوت است. اما بخش دوم سوال شما، چه اتفاقی میفته اگه حماس از بین بره؟ ما نمیدونیم و این خودش سوالی هستش که خود اسرائیلی ها هم دارن از خودشون میپرسن. ما چجوری میتونیم این خلأ رو پر بکنیم؟ مثلا آیا سازمان آزادی بخش فلسطین یا دولت خودگردان فلسطین پذیرفته خواهد شد از طرف مردم غزه که بیاد در اون کرانه، بیاد در باریکه غزه و دولت رو بچرخونه، یا به چشم مردم غزه به چشم مزدور نگاه خواهد شد؟ برای من وضعیت روشن نیستش. بر همین اول الان فقط برای اون جنگی که داره اتفاق میفته، ببینید فراموش نکنید بنیامین نتانیاهو و این ائتلافی که الان تشکیل داده، اون ائتلاف اولیه‌ای که تشکیل داد، عملاً همه اعضاش خیلی دست راستی و راستگراهای افراطی بودن و اونها هم باید پایگاه اجتماعی خودشون رو خوشحال و خوش‌دود نگه دارن. بنابراین طبیعی هستش که اونها تا میتونن صداشون رو بلند کنن، نهایت تهدیدهای ممکن رو به عمل بیارن تا بتونن این پایگاه اجتماعی خودشون رو راضی کنن. برای اینکه اگه این کارو نکنن، و اینم خیلی مهم هستش، خیلی جاها در کرانه باختری و در اون منطقه سبز اسرائیل هست که ناگهان میتونن طغیان بکنن، برای اینکه شاید بعضی از شهرنشین‌های یهودی عصبی بشن و اونها به فلسطینی‌ها حمله بکنن و باید شرایط رو دشوار بکنه. برای همین اگه دولت اسرائیل آیا واقعا وقتی میگه حماس مثل داعش شده، واقعا به این حرف اعتقاد داره یا اینکه میخواد کاری بکنه که حماس یه ذره موضع خودش کوتاه بیاد؟ ما نمیدونیم هدف اصلی اسرائیل در اینجا چی هستش، ولی ارتش اسرائیل به خاطر این وضعیتی که الان باش مواجه هست، وضعیتی که در 50 سال گذشته نداشته، وضعیتی که الان به این شکل کامل دچار غافلگیر شده، به خاطر این شرایط هست که الان اسرائیل نمیتونه به طوری از این شرایط خارج بشه که اینطور دیده بشه که شکست خورده. اسرائیل باید برنده بشه، اما سورپریز ها هنوز تموم نشدن، جنگ هنوز تموم نشده و شاید سورپریز های دیگه در راه باشه. سپاسگزارم آقای وقاف، حمار وقاف، مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه گنسوس از میلتون کینز انگلستان. ممنون از حضور شما در این برنامه. حالا برگردیم به مهمانان ثابت برنامه امروز خودمون، علی معموری، آقای بهروز یوسیان و خانم یاسمین میزر. سپاسگزارم که همچنان با ما هستید. خانم میزر، میخوام از شما دوباره در واقع شروع بکنیم، این از سر بگیریم ادامه بحث رو، که اونطور که پیشتر من با آقای وقاف صحبت می‌کردم، همین سوال رو از شما بکنم که آیا بدون حماس مشکل اسرائیل و فلسطینیان از این شما حل خواهد شد یا باز هم یک حماس دیگر پدید خواهد اومد؟ فراموش نکنیم که در 1987 وقتی حماس شکل گرفت و سازمان‌های امنیتی اسرائیل تا حدی چشم پوشیدند بر رشدش و گسترشش، دلیل اصلی این بود که اسرائیل و متحدش ایالات متحده
سکولارها، غیر مذهبی ها، چپ های فلسطینی چه در فتح چه در جبهه آزادی بخش فلسطین رو خطر عمده میدونستند و به همین دلیل حالا بعضی ها میگن تشویق هم کردند، کمک هم کردند که حماس پروبالی بگیره، ولی واضحه که حداقل سرکوبش نکردند و اون موقع تصور این بود که خطر سکولارها، خطر چپها. ایالات متحده اون موقعی بود که تشویق میکرد جریان‌های اسلامی رشد کنن. خب نتیجهش این حماس شده. حالا اینو وردارن، حتما جریان دیگه‌ای پیش میاد. ببینید مسئله این نیست که یه تیکه‌ای رو شما مستقل کنید بگید داره شما دریام دارید اون ورش هم مصره. مسئله اصلی اینه که کل پدیده زمینش یک اشغاله، اشغالی که افراد، دهقانان، صاحبان زمین رو به زور از خونهشون برداشتن، بیرون کردن و عده‌ای اومدن اونجا نشستن. این رو فلسطینی ها نمیگن، این رو حماس نمیگه، این رو اسرائیلی هایی که الان ضد اسرائیل هستند میگن. آقای ابیشلایم استاد دانشگاه در آکسفورد کتاب ها نوشته راجع به این قضیه. آقای ایلان پپه باز هم اسرائیلی، آقای موش مخوور استاد دانشگاه کینگز کالج لندن، همه اینها تاریخ روز به روز وقایع سال 48 رو ثبت کردن. بعد شما بیاید بگید خب اینا آزادن، مستقلن، چرا اصلا دعوا دارن؟ اینا دعوا دارن چون یک مسئله تاریخی اساسی پایه‌ای زیر سوال رفته و در طبیعی است در ابعاد جهانی کنونی و در شرایط اوضاع کنونی جهانی کنترل خیلی چیزها از دست رفته، از جمله کنترل این قضیه. آقای یوسیان، از شما می‌خواستم سوال بکنم که طبعا در گرماگرم این جنگ و به خصوص بعد از اون حمله‌ای که حماس انجام داد روز شنبه، احتمالاً در اسرائیل بسیار جرأت و جسارت می‌خواد که شما راجع به حل نهایی این قضیه صحبت بکنید، احتمالاً چون همگان به فکر انتقام هستند. ولی آیا واقعا این موضوع مثلا برچیدن شهرک‌های یهودی نشین در کرن باختری که بنا به قوانین بین المللی غیر قانونی محسوب میشه، توی اسرائیل به عنوان یک راه حلی مطرح هست که در آینده چنین مشکلاتی رو نداشته باشن، یا راههای دیگر که بتونن همزیستی مسالمت آمیز بین اسرائیل و فلسطین رو تامین بکنن؟ آقای یوسیان، من میخوام این سوال شما را به دو نکته قبلی بست بدم و یه جواب جامع بدم در 3 دقیقه. 3 دقیقه اگه کمترش بکنید ممنون میشم که دیگر هم بتونن صحبت. اگه که شما ببینین از تو لب کلام سرکار خانوم برگشتن به وقایع 48. کشور اسرائیل کشور شناخته شده و رسمی از طرف سازمان ملل است. اگر بحث بر سر اراضی 48 باشد که سرکار خانوم هم گفتند، یعنی که اصلا بحث فلسطین بحث بر سر ماهیت اسرائیل است، نه بحث بر سر بودن یا نبودن فلسطین. اگر که شما ایدئولوژیک نامه حماس را بخونین، در بطن ایدئولوژیک نامه حماس اصلا موجودیت و ماهیت کشور اسرائیل نقض می شود. یعنی این که اصلا طبق همونی که سرکار خانم گفتن وقایع 48 موجودیت اسرائیل را قبول ندارند. به همین خاطر همون اهود باراکی که گفتم یا اولمرتی که گفتم از عمد شروع کردم به این موضوع که اصلا تفاهمی را برای تشکیل شدن یک کشور مستقل قبول ندارند. در بطن ایدئولوژیک طرف مقابل اینه. وگرنه اگر که بس بر سر اراضی بود، به اردن پس دادیم و صلح شد، به مصر پس دادیم و صلح شد، به سوریه پیشنهاد شد و نخواستن، به جنوب لبنان را پس دادیم و الان حزب الله نشسته. یعنی اینکه رشته کلام اگر اراضی باشد اسرائیل پس داد و صلح شد. بله. ولی الان فلسطینی ها ایدئولوژیک نامه ای دارند که بنابر نبود اسرائیل است و الان اینا به سوال شما ربط میدم. در این مقطع زمانی یک اصلا بحث بر سر اراضی دادن یا استقلال فلسطین نیست، به خاطر اینکه قبلا هم که میخواستن این موضوع باشه طرف مقابل قبول نکرد. دوم از اون بحث داخلی اجتماعی اسرائیل در این نقطه زمانی آنقدر بحبوحه زده است
به خاطر این آخر هفته‌ای که اتفاق افتاد و این جنایات تروریستی که شد و سوزاندن بچه کوچک و بردن زن و تجاوز و هر جوری که اسمشو بذاریم که در فضای کنونی اسرائیل نه بحث بر سر مسالمت است و نه بحث بر سر تشکیل فلسطین است و نه بحث بر سر پس دادن اراضی، بلکه بحث بر سر میشه گفت ساده بگیم تصفیه حساب با طرف مقابل است. خب اجازه بدین که من از آقای مأموری هم سوال بکنم ببینم که این تصفیه حساب به کجا میتونه برسه. آقای مأموری، اونطور که آقای یوسیان بهش اشاره کردن، در واقع چطور میشه در کنار حکومتی یا یک نیروی سیاسی زندگی کرد که نبود شما یا انهدام شما رو میخواد، مثلا حماس که اصلا موجودیت اسرائیل رو قبول نداره؟ اسرائیل واقعا در برابر یک همچین نیروی چه کار باید بکنه آقای مأموری؟ ببینید، ما در اون طرف هم به هر حال جریان‌های راستگرای تندروی داریم که به شکل کلی مخالف وجود فلسطینی‌ها به شکل کلی هستند. ما مواضع مختلف نژاد پرستانه رو در چند روز اخیر شاهد بودیم، قبل از این هم بوده. بحث خراب کردن مسجد اقصی، ساختن معبد سلیمان به جای اون، بیرون راندن کل سکان غزه از اون منطقه، قتل عام کامل اونها، مواضعی که به شکل علنی تو میدیا از شخصیت‌های رسمی فعلی دولت اسرائیل یا سابق که دارای در واقع پوزیشن رسمی در دولت بودن. ما نمیتونیم صرفاً یک گروه مشخصی رو بگیریم و بر مبنای اون کل ماجرا رو تقلیل بدیم نسبت به این موضع. در هر دو طرف مواضع تندروانه‌ای ممکنه وجود داشته باشه. این مواضع تندروانه نبایستی مبنا و بیس برای حل ماجرا صورت بگیره و الا اصلا حلی صورت نخواهد گرفت. بایستی بر مبنای در واقع مواضع میان روانه‌ای که ممکنه وجود داشته باشه و وجود داشته. کشورهای عربی بیش از یک پیشنهاد ارائه کردند که از جانب اسرائیل رد شد و پذیرفته نشد. قرارنامه‌ها و در واقع دستورهای سازمان ملل به شکل مکرر وجود داره. سرزمین‌های اشغالی تا همین الان وجود داره. بحث منطقه شرقی بیت المقدس همچنان حل نشده هست و این مواضع صرفاً زمین نیست، مواضعی است که دارای اهمیت استراتژیک و اهمیت تاریخی و اهمیت دینی برای هر دو طرفه. از اون طرف باز یادمون نره در واقع رهبر صلح اسرائیل اسحاق رابین رو اسرائیلیا کشتن نه فلسطینیا کشتن. مواضع تندروی در داخل اسرائیل هم به شکل شدید وجود داره و یکی از مواضع مطمئنا میشه گفت با نمونه‌های مختلف که مواضع تندروانه از هر دو طرف وجود داشته، ولی می‌خواستم ببینم که چرا صحبت از صلح کمتر و کمتر داره میشه. مذاکرات صلح میدونیم که از 1990 از دهه 90 که آغاز شد خانم میزر تا 2014 ادامه داشت، به بنبست خورد و دیگه تلاشی گویا صورت نمیگیره برای اینکه صلح برقرار بشه. ببینید، این صلح همیشه بر مبنای دو کشور بود. اون بحث هایی که میشد این بود که دو کشور باشه، یکی یهودی یکی مسلمان. و عملا وقتی شما در هر صورت چند دهه از یک واقعی میگذره، مسئله پیچیده تره. به این راحتی نمیتونید این رو جدا بکنید. واقعیتش اینه که اگر همون موقع کسی شجاعت این رو داشت، چه ایالات متحده چه قبل از اون شوروی که دنبال این راه حل دو کشور بودن، شجاعت این رو داشت که بگه حقوق همه یهودیان ساکن اسرائیل و همه مسلمانان ساکن این سرزمین باید در یک کشور و در چارچوب یک قانون اساسی جدی دنبال بشه، ما شاید با موفقیت بیشتری برای این صلح روبرو بودیم. چرا که عملاً وقتی شما صحبت از مرز در یک منطقه نسبتاً کوچکی بین دو مذهب میکنید، در شرایطی که میگم اولا فلسطینی ها در میانشون مسیحی زیاده، بیدین کم نیست، در میان یهودیان ساکن اسرائیل کسانی که خودشون رو اگه بخواید یهودی به معنای این که بخوان در یک دولت مذهبی یهودی زندگی کنند زیاده. در چنین شرایطی اگر دید صلح دید فراگیرتری بود
به نظر من امید بیشتری داشت، ولی متاسفانه هیچ کدام از کشورها پی این نبودند و مسئله سیاسی جهانی اینجا تعیین کننده بود، به این معنا که برای ایالات متحده و کشورهای غربی ادامه حیات اسرائیل اهمیت ویژه‌ای داشت. اسرائیل پایگاه نظامی غرب در خاورمیانه است. برای اینه که کشورهای دیگه، یاغی‌ها، کسایی که حرف ایالات متحده رو گوش نمی‌کنن رو سرکوب کنه، بجنگه باشون، ساکتشون کنه، غیره. برای این بود که ایالات متحده پی صلح دو کشور بود که هیچ وقت به نظر من پایه‌ای نداشت. خیلی جالبه که خیلی از مدافعان طرح دو کشور الان روشن و واضح میگن فایده‌ای نداشت، اشتباه بود این طرح و از همان اول باید پی کشوری میرفتیم که درش البته حقوق همه شهروندان یهودی برابر کامل رعایت میشد. آقای یوسیان، شما در گذشته افسر هم بودید در ارتش اسرائیل، افسر پیشین ارتش اسرائیل هستید. میخواستم ببینم که اونجا به خصوص در بین ارتشیان و نظامیان اسرائیل چه نگاهی دارن به این موضوع و فکر میکنن که به چه دلیلی حماس تصمیم گرفته همچین کار رو الان انجام بده؟ چون دیدیم که به نظر میومد تمام نهادهای امنیتی، انتظامی و ارتشی اسرائیل غافلگیر شده بودن. حالا که بررسی میکنن جریان رو که چه اتفاق افتاده، چه میگن؟ به چه دلیلی فکر میکنن حماس این کار کرده؟ من دو نکته را به خودم مدیونم از صحبت‌های مهمانان قبلی در 30 ثانیه میخوام توضیح بدم. دوست عزیز قبلی در مورد تندروهای اسرائیل گفتن و مقایسه کردن با تندروهای طرف مقابل. ببینید الان در کشور اسرائیل از تمام کرسی‌هایی که مجلس اسرائیل کنست وجود داره، 10 کرسی تندروهای فجیع محسوب میشن، یعنی تندروهایی که دست راست هستن از کل مجلس اسرائیل، در صورتی که طرف مقابل اگه شما ببینین حماس اصلا یک نهضت مردمی فراگیره. به خاطر همین بحث بر سر صلحی که باشه، اون 10 کرسی واقعا مزاحمتی ندارن، چون احزاب دیگر میتونن اتحاد قول با هم بکنن و اون صلح انجام بدن. به خاطر همین اینجا معکوسه، تندروهای اسرائیل تقریبا 10 کرسی هستن، در صورتی که تندروهای طرف مقابل حماس و غزه است. این یک مورد. یک مورد این که چرا صلح کم شد و من جواب این سوال را به سوال شما ربط میدم. ببینید ما از جنوب لبنان اومدیم بیرون، شد حزب الله و این چیزی که الان میبینیم تهدید بر سر اسرائیل. از اون گوشکاتی یا اون مناطق غزه اومدیم بیرون، شد حماس. بلوغ سیاسی در طرف مقابل وجود ندارد. از هر اراضی که بیرون آمدیم شد ترور. وگرنه اگر دوباره میگم مبحث اراضی بود، اسحاق رابین چپگرای حزب کارگر زمین پس داد، صلح با اردن شد. مناخم بگین فقید زمین پس داد، صلح با مصر شد. آریل شارون همینطور حزب لیکود بود، از غزه اومد بیرون، یا ایهود باراک حزب کارگر بود، از جنوب لبنان اومد بیرون. دوباره میگم بحث بر سر اراضی نیست، وگرنه چه چپ چه راست پس دادن، بحث بر سر بلوغ سیاسی طرف مقابل است. الان به سوال شما ربط میدم. بله. در مورد این چند روز اخیر و تمام این حالا سازمان‌های نظامی و امنیتی، این تنها مربوط به سازمان نظامی و امنیتی نمیشه، بلکه بحث بر سر سیاستمداران هم میشود. و منظورم چیه؟ اسرائیل در میشه گفت 5 سال آخر دچار غرور بسیار مضاعف شده، چه در داخل سیستم نظامی امنیتی و چه در امور سیاسی. به خاطر اینکه حالا دو مهمان قبلی ذکر کردن، فقط من تیترگونه میگم، بسیار موفقیت‌های استراتژیک داشت با ترکیه، آذربایجان و پاکستان. موفقیت‌های اقتصادی بسیار بالایی داره با صلح، با پیمان صلح ابراهیم و پیمان صلحی که قرار بود باشد و به نظر من هنوز خواهد بود چند ماه دیگر با عربستان، و مواضع اقتصادی که داره بین 10 کشور قوی جهان محسوب میشه، جزء ابرقدرت نظامی محسوب میشه. این غرور مضاعف سیاسی، اقتصادی و نظامی باعث شد که حالا متاسفانه اون فخر فروشی داخل سازمان ها
باعث شد که حواسشون از اون منطقه غزه پرت بشه. وگرنه از نظر نظامی و تکنولوژی که واضحه بر دنیا که کشور اسرائیل در رده بسیار بالاییه، از نظر رصد اطلاعاتی هم که اگه شما مشاهده کنین همون مورد ترکیه و قصد جمهوری اسلامی برای بمبگذاری و آدمربایی، حتی با مشارکت آقای اردوان رصد اطلاعاتی کامل با هم دیگه داشتن. مشکل از اون فخر فروشی و غرور ورزی بود که ما تو این 5 سال آخر داشتیم. آقای یوسفی، من این سوال رو کردم برای که مقدمی باشه برای این سال بعدی من که از شما میخوام سوال بکنم و بعدش از آقای مأموری، که آیا چون عده‌ای به خصوص در شبکه‌های اجتماعی در رسانه‌های مختلف میگن که این یک مستمسکی از این اتفاقی که افتاده، یک بهانه‌ای هست برای اسرائیل برای که بتونه واقعا به حساب حماس برسه و اون رو کلاً از صفحه موجودیت بزداید. به نظر شما واقعا همچین بهانه‌ای هست به دست مقام‌های اسرائیل؟ من نظر خودم رو میگم به 2 قسمت، یعنی اینکه در 2 صفحه 2 طرف این سکه باشه. یک، من قبول ندارم که میشه اصلا حماس را نابود کرد. این نظر شخصی بهروز یوسیانه. میشود یک نازی را نابود کرد، اما نازیسم را، تفکر را نمیشه نابود کرد. شاید 1000 نفر از جنگجویان حماس را بشه کشت، 2000 نفر، 10,000 نفر. ممکنه یک فردی که تفکر حماس داره را بشه نابود کرد، اما ایدئولوژی حماس را نمیشود نابود کرد. پس این حتی اینکه در درون سیستم‌های نظامی، امنیتی، سیاسی همین سوال شما دقیقاً وجود داره، من باشون مخالفم، به خاطر اینکه یه تفکریه که خیلی ریشه داره در اون بطن جامعه نمیشه نابود کرد. احتیاج به بلوغ سیاسی داره. آقای مأموری شما چه میگی؟ من فکر میکنم اسرائیل در شرایط خیلی دشواری قرار داره نسبت به حماس. نه امکان حمله نظامی زمینی به غزه وجود داره به جهت اینکه غزه تبدیل به یک باتلاقی خواهد شد اونجا و میزان تلفات بسیار بالا خواهد رفت. فراموش نکنیم که حماس دارای پایگاه مردمیه. اینو فکر میکنم همه نسبت به اون اتفاق نظر دارن و موضوع در واقع اختلاف برانگیزی نیست. پایگاه مردمی بسیار وسیعی درون غزه داره. و شما فکر می‌کنید هنوز پشیمون نشدن مردمی که طرفدارشون بودن با این اتفاقات که الان شاهدش هستیم پشیمون نشدن؟ قطعاً شرایط اقتصادی دشواری که اونجا هست، وضعیتی که الان پیش اومده یک سری مخالفین رو هم در واقع ایجاد میکنه، ولی از اون ور در واقع عده زیادی رو هم به حماس بیشتر نزدیک میکنه نسبت به اینکه خشونت در واقع تندروی مقابل هم میاره. خشونتی که الان در غزه داره صورت میگیره، تعداد وسیع ویرانی، کشتن غیر نظامیان در سطح بسیار وسیع، میتونه یه عده رو از حماس دور بکنه، ولی یک عده زیادی رو هم ممکنه در واقع نسبت به حماس نزدیکتر بکنه و بگه خیلی کار خوبی کردید. من در مقام تایید نیستم، فقط در مقام توصیف وضعیت درون اونجا هستم. اگر بخوان الان حمله نظامی زمینی در اونجا انجام بدن، این حمله نظامی در واقع باتلاقی خواهد شد و زمینه مشکلات زیادی خواهد اومد و اساسا اسرائیل خارج شد تا از این باتلاق بیاد بیرون و الان دوباره باید برگرده خونه اول. این میزان ویرانی از دور با بمباران هم در واقع آرای عمومی جهانی رو به ضد اسرائیل برخواهد گردون. عملاً هم الان مشاهد این هستیم که الان به تدریج آرای عمومی غربی از اون در واقع کار حماس داره متوجه میشه نسبت به واکنش خاصی که در واقع اسرائیل داره نشون میده نسبت به غزه که منتهی به کشتن هزاران در واقع شهروند غیر نظامی شده و خراب کردن مناطق غیر نظامی و صرفاً در مقام مقابله با رهبران حماس نیست. خانم میزر شما چه فکر میکنین که میدونیم که در طول این 10 سال اخیر دست کم 6 جنگ بوده بین حماس و اسرائیل، فکر میکنید این یکی آخری باشه؟ بعد از این دیگر شاید جنگ بین اسرائیل و حماس نباشه؟ من فکر میکنم به نوعی حماس تضعیف میشه اگر حملات ادامه پیدا بکنه. خیلی ها تصور میکنند همچنان امکان ورود نظامی زمینی هست به غزه. البته پیداست باید با برنامه دقیق تری باشه و اسرائیل توقف کرده در این رابطه، ولی شاید اگر بمباران ها ادامه پیدا بکنه، من امروز خوندم 6,000 بمب در 6 روز و این عکس هایی که میبینیم ساختمان ها همه
خراب شده که گفته میشه روی هم رفته 4000 تن مواد منفجر بوده که فرو ریخته و خب میبینیم سطح خرابی رو. اگر این ادامه پیدا بکنه زمینه‌ای هست برای ورود زمینی از نظر اگه بخواید نظامی به قضیه نگاه کنیم و امکان این هست که حدس من اینه که اتفاقا حماس حمایت زیادی رو از دست داده بود و یکی از دلایلی که وارد این حرکت شد این بود که بعد از تحریک‌های تابستان میخواست خودی نشون بده و شاید خودکشی سیاسی بود نوعی که این خود نشان دادن صورت گرفت. ولی مسئله حماس نیست، مسئله اسلام سیاسی نیست. مسئله اینه که شما اگر بگید یه عده بلوغ سیاسی ندارن، شعور ندارن، به نوعی بشر در حد بشرهای دیگه نیستند، خب اینها به نوع دیگه ای عمل میکنن. میبخشید ولی وقتی شما چنین درکی از این دارید، الان به شما میایم، الان با شما صحبت کنیم. سیاسی ندارن، لیاقت اینو ندارن که تصور یا برنامه سیاسی داشته باشن، خب توهینه دیگه. در چنین شرایطی یه لحظه آقای یوسفی اجازه بدین که صحبت‌هایشون تمام بشه، من الان به شما برمیگردم. خانم میزه بفرمایید. در چنین شرایطی من فکر میکنم افراد مقاومت میکنن، حماس هم نباشه. به نظر من اسلام سیاسی به طور کلی وارد مرحله پایانی خودش شده و در نتیجه اسلام سیاسی آینده‌ای نداره در منطقه، در مناطق اشغالی هم نداره. شما با این حرف خانم میزر موافقین آقای یوسیان که اسلام سیاسی در منطقه آینده‌ای نداره؟ و بعدش هم یک نکته اشاره کردن که در واقع این اتفاقات میتونه باعث تمدید حیات حماس هم بشه، یعنی در واقع همون طوری که این باعث یک پارچگی در اسرائیل شد میتونه در واقع باعث تمدید حیات حماس هم در فلسطین بشه، در سرزمین‌های فلسطینی. نظر شما چیه؟ سه نکته. یکی این که بلوغ سیاسی که من گفتم در بهتر بودن و یا بدتر بودن افراد نیست، بلکه در به دست آوردن صلح است. بلوغ سیاسی یعنی که یک ملت قبول کنند کشور دیگر در کنارشان موجود است از نظر ایدئولوژیک، مثل اینکه اردن بلوغ سیاسی پیدا کرد، مصر. خانم میزر معذرت میخوام، اجازه بدین آقای یوسیان صحبتشون بکنه. دقیقاً اینه که شما اصلا قانون بین الملل قبول ندارین که کشوری وجود دارد، اشغال کردین، اشغالی وجود ندارد، کشوری هست بر اساس سازمان بین الملل. حالا دوباره برگشتیم به همون صحبت، بلوغ سیاسی باید وجود داشته باشد که کشوری به عنوان اسرائیل، کشور یهودی وجود دارد. اردنی ها این بلوغ سیاسی را پیدا کردند، سرزمین هایشان را پس گرفتند و ما هستیم و آنها هستند، همچنان مصر. به خاطر همین بلوغ سیاسی منظورم به اون فهم مینیمومیه که قبول کنند از نظر ایدئولوژیک کشور اسرائیل یهودی هست و خواهد بود. این نکته اول. نکته دوم در مورد اون اسلام سیاسی. اسلام سیاسی به نظر من نخواهد رفت، نه اینکه نظر من در مورد یک پژوهشگر باشه. اصلا خاورمیانه که منطقه‌ای هست تئولوژیک، چه از نظر مسیحیت، چه از نظر یهودیت و چه از نظر اسلام، ژن DNA خاورمیانه با اروپا فرق داره. هیچ وقت نبوده در طول تاریخ بشریت که ملت‌های خاورمیانه مذهبی سیاسی نباشن. حالا به زمان برای بسیار محدود هست. آقای یوسف عزیز من متوجه شدم، یعنی گرفتیم مطلب شما. اگه اجازه بدین پیش از اینکه به آقای ماموری برگردم، با خانم یاسمین میزر پشت سر هم داشتن سر تکون میدادن، میخواستن حرفی بزنن، صحبت ایشون منقطع بشه. بفرمایید خانم میزر. همزیستی، وقتی شما یک جایی رو میگیرید اون افراد رو از اون کشور خارج میکنید، خیلی بحث غلطیه. ولی مسئله ای که در خاورمیانه از نظر ژنتیک افراد مذهبی هستند هم درک اشتباهی است از این که بلوغ سیاسی چیه، فعالیت سیاسی چیه، سابقه استثمار چیه. در همه اروپا و ایالات متحده سالهاست مردم دارن اگه بخواید روی این نوع دیدگاه‌های استثمارگر و کلونیالیست برخورد میکنند
من در تحیرم که کسی بیاد بگه ما از نظر ژنتیک در خاورمیانه مذهبی داریم. در بریتانیا، در ایرلند کاتولیک ها و پروتستانت ها تا سال 97 صدها نفر از همدیگر رو کشتن. مال یک مذهب بودن ولی دو شابه یک مذهب. بعد بیان بگیم بلوغ سیاسی داشتن. خب حالا از آقای مأموری هم میخوام که نظر خودشون درباره این بحثی که بین آقای یوسیان و خانم میزر در گرفت بیان بکنن تا چون داریم نزدیک میشیم به پایان برنامه. آقای مأموری بفرمایید. من فکر میکنم برگردیم به موضوع در واقع حادثه‌ای که رخ داده. تصور من اینه که ما در واقع شاهد یک روند خیلی طولانی از درگیری در اسرائیل خواهیم بود. مسئله حماس این که از بین بره امری عملی نیست. حماس در واقع در اونجا پایگاه مردمی وسیع داره. امکان باز شدن جبهه‌های جدید در اسرائیل وجود داره. مسئله در واقع تغییر نظام بشار اسد که یکی دیگر از مهمانتون مطرح کردن بسیار بعیده و دشواره با توجه به حمایتی که روسیه در واقع از سوریه داره. حضور نظامی در سوریه صرفاً ارتش سوریه نیست. ما دهها گروه نظامی عراقی و لبنانی رو در اونجا داریم که وضعیت امنیتی اونجا رو به ویژه مناطق نزدیک به اسرائیل در اختیار دارند و در کنترل دارند. شرایط بین‌المللی بسیار تغییر کرده در چند سال اخیر. وضعیت منطقه بسیار دگرگون شده و اینها همه در واقع نشون میده که ما وارد یک دوره‌ای از درگیری‌های متناوبی خواهیم بود در خصوص این مسئله تا اینکه برسه به یه جایی که هر دو طرف به یک میزانی از من بلوغ نمیگم عقلانیت سیاسی برسن. سپاسگزارم. خیلی خیلی ممنون. متشکرم. اینجا رسیدیم به پایان برنامه. آقای مأموری عزیز، با سپاس از علی مأموری، بهروز یوسیان و یاسمین میزر به پایان این برنامه رسیدیم. از شما هم که ما را همراهی کردید سپاسگزارم. تا فرصت بعدی بدرود و روزگار بخوان.